اما چطور این دعا مستجاب میشه برای همه؟ ما میگیم برای همه و هر دعایی پاسخ میگیره. ببینید دعا مثل این سنگ بالا میدادیش، ولی خب دعا چیه؟ گل دیگه نسبت به سنگ. گل یه نگاه اینجوری بالا میدادی پایین میاد. حالا تو اگر این گل بالا بذاری چی میشه؟ حتما پایین میاد. پس هر چیزی که بالا بره در حضور خداوند حتما پایین میاد و وقتی پایین اومد از حضور خداوند رو با خودش پایین میاره. دعایی مستجاب نمیشه که بالا نمیده اصلا، یعنی هی توی این قسمت مغز میمونه این دعا، همش تو سطح ذهن داره میچرخه. دعایی که بالا رفت پایین میاد. حضور خداوند فرامیدانه. در اون فرامیدان این خواسته میره تمام قدرت و شعور لازم رو برای خلق خودش کسب میکنه، پایین میاره و در پایین خلق میشه. پس جواب دادن خداوند اینجوریه، هر چیزی که بالا بره پایین میاد. اینجوریه که من میگم هر کسی که دعا کنه، حالا هر کسی این سنگ رو بالا بندازه چیه؟ پایین میاد. میخواد ایرانی باشه، هندی باشه، عرب باشه، هر ملیتی باشه، میخواد نه، هر مسلکی داشته باشه، اگر دعا کنی دعاش پاسخ داده میشه. اگر دقت کنید فقط شرط اینه این گل بالا بره، بتونه گل رو بالا بندازه. اگر بالا بندازه گل حتما پایین میاد و از بالا رو با خودش میاره پایین. این گل میره تو ابر، رطوبت اون ابر یعنی که مع حضور الهی رو با خودش پایین میاره. اون مع خلاق است، روح خلاق است و اون خواسته رو خلق میکنه، خواسته به تحقق میرسه. وقتی تو کوهستان هستی داد بزنی صدا چی میشه؟ پژواک میشه. دعا اینجوریه، وقتی که تو بگی حالا دیگه قانون دعا بین انسان و خداست. وقتی که تو میگی صدات برخورد میکنه و برمیگرده جوابش رو میشنوی. ولی مسئله اینه که آیا تو میتونی صادر کنی دعا رو؟ اینطور فرمود که حضرت آدم اینطور فرمود ای آدم بین من و تو 4 تا قانونه. یکی از این 4 تا قانونی که گفت این بود، گفت آدم این بین من و تو تا تمام بشر، تمام نسل در تو ظاهر میشه. یکی از اون قانونهایی بود، گفت ای آدم از تو خواستن از من پاسخ دادن، تو از من بخواه من جوابت را میدم. این قانونه. گفت آدم من بر خودم واجب کردم. حالا من واجب کردم رو به زبان این بهتون گفتم. الان این میگه اجازه میگه چی؟ میگه من بر خودم واجب کردم که هر گلی بالا برود پایین بیاید. خداوند هم به زبان خودش اینجوری گفت آدم من بر خودم واجب کردم، یعنی قانون گذاشتم، بر خودم واجب کردم که هر کس از من چیزی بخواد پاسخش دهم. یا اونجا که فرمود ادعونی استجب لکم. پس هر دعایی جواب میگیره، همونطور که صدا در کوهستان پژواک میشه. اما شرط اجابت دعا چی؟ چند نوع دعا داریم؟ ببین خدا یک جای دیگه اینجوری میگه به یکی از پیامبرش میگه فلانی، میگه داود
به عزت و جلالم سوگند و به بلندی و رفعتم بر عرشم سوگند. اینجا قسم میخوره خودش یه تنگی رو میگه. به عزت و جلالم سوگند و به بلندی و رفعتم بر عرشم سوگند. هر یک از بندگان من از من چیزی بخواهند و من بدانم قصد و نیت او منم، یه بدونم درست از من میخواد، نه از غیر من. به او پاسخ میدم و بعد پشت سرش میگه ولی داود به عزت و جلالم هر بنده از بندگانم از من چیزی بخواهد، یه ظاهرا از من چیزی بخواهد و من بدانم که قصد و نیت او من نیستم، زمین زیر بارش را خالی میکنم، زمینش میدنم و او را به مقصودش نمیرسنم. حالا بعضی میگن خیلی رو میبینیم که به خواستهاشون میرسن دعا نمیکنن، ولی اینجوری نیست. دعا همیشه با صدای بلند گفته نمیشه. دعا متوجه به قلب اونها نگاه کنه، به روح اونها نگاه کنه. شاید روح اونها متوجه حضور خداست، روح اونها متوجه خداوند حقیقه. دعا چطور مستجاب میشه؟ در دعا چند اصل ما داریم، اینا اصول دعا هستن که در هنر دعا ما اینها رو عمیقاً باز میکنیم. اما در اینجا فقط یک نگاهی به رأس یکی از اینها میداریم. یکی از اون اصول همین بود که گفتیم دعای هر کسی مستجاب میشود. اصل دوم این بود هر دعای مستجاب میشود. مستجاب مردم پاسخ میگیرد. حتی دعای چی؟ دقت کنید ظالمانه، ولی این خودش رو جواب نمیده، یک جواب دیگه میشه. یعنی اگر میگه خدایا مثلا این زن من رو فلج کن، دعای ظالمان است، داره ظلم میکنه در حقش، این مستجاب نمیشه، ولی یک چیزی شبیه به اون مستجاب میشه. مثلا میگه این مستجاب میشه، این کینه از دلت بیرون میاد، جواب خداوند میاد. اصل دیگه توسله، اصل دیگه دعای همواره، اصل دیگه اجتماع دعای، یعنی زنجیرهای دعا. ما با این اصول دعا کاری نداریم. فعلا اصل اجابت رو نگاه میکنیم. اصل اجابت چیه در دعا؟ یعنی چه چیزی باعث اجابت دعا میشه؟